خطوط مقدم این جبهه قرار بگیریم و این حرکت رو داشته باشیم تا نسل‌های بعدی بهتر و موثرتر راه تعالی رو طی بکنن و اون طرح و نقشه الهی رو که مقدره، یعنی طراحی شده، چون ما قطعا بر اساس طرح عظیمی حرکتی آغاز شده، نقشه الهی که همونجوری دیمی نیست که قطعا طرح عظیمی تو کار هست که خب بخشایش رو تا اینجا با همدیگه تونستیم و شده صحبت بکنیم. خب بریم خودمون رو آماده کنیم. حالا یا باید بذاریم کنار، واقعیت میگم خدمتتون از شوخی گذشته، به خنده من نگاه نکنید. استاد اگه میتونید از پسش برگردیم هست مدرس این خنده ما آمده بس کنیم. یعنی از شوخی گذشته به خنده من نگاه نکنید. واقعا باید ببینیم که ما آماده همچین ایثاری هستیم. حالا گذشته از این که خب بالاخره خودمون هم در این قضیه که چیزی باید بگیریم میگیریم، ولی عمده بهره ما را خودمون نخواهیم. با علم به این قضیه آیا حاضر هستیم که در این مجاهدت و در این ایثار و فداکاری شرکت داشته باشیم؟ بسم الله.